قصه حضرت ادریس علیه السلام و نوح علیه السلام. پس از مرگ آدم علیه السلام الله تعالی پیامبری را به پسرش شیس علیه السلام داد. مردم با یکتاپرستی زندگی کردند. پس از آن پیامبر ادریس علیه السلام آمد. الله تعالی به ادریس علیه السلام وحی کرد که من هر روز برای تو مثل عمل همه فرزندان آدم که در آن عصر بودند میگردانم. پس ادریس علیه السلام خواست عمرش دراز شود تا عمل صالح زیاد کند و با فرشته از فرشتگان گفت او را به نزد فرشته مرگ برد تا از فرشته مرگ خواهش کند که از خداوند طلب کند که مرگش را به تأخیر گذارد تا عمل صالح زیاد کند. آن فرشته ادریس علیه السلام را در میان بالهایش گرفت و با او با آسمان های یکم، دوم، سیوم و چهارم برآمد و چون به آسمان چهارم رسید فرشته مرگ را آنجا یافت. آن فرشته از فرشته مرگ خواهش کرد که مرگ ادریس علیه السلام را به تأخیر اندازد و روحش را نگیرد، چون که ادریس علیه السلام می خواهد عمل صالح خود را زیاد کند. پس فرشته مرگ پرسید ادریس الان کجاست؟ آن فرشته گفت او بر پشت من است. پس فرشته مرگ گفت چگونه عجایب! خداوند به من امر کرد که روح ادریس را در آسمان چهارم بگیرم. من حیران بودم که چگونه روح او را در آسمان چهارم میگیرم. پس روحش را در آسمان چهارم گرفت. در شب معراج پیامبر صلی الله علیه و سلم ادریس علیه السلام را در آسمان چهارم دید. الله مهربان در سوره مریم آیت 56-57 می فرماید واذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا ورفعناه مکانا علیا. و در این کتاب ادریس را یاد کن، او راستگفتار پیامبر بود، او را به مکان بلند برداشتیم. مردم پس از ادریس علیه السلام 10 عصر با توحید یعنی یکتاپرستی زندگی کردند. پس از آن آمدند واد، سواع، یغوث، یعوق و نصر. این 5 مرد صالح و نکوکار بودند. مردم بسیار آنها را دوست می داشتند. وقتی که این مردان صالح مردند شیطان آمد گفت که هیکل هایشان را سازید تا آنها را یاد کنید. هنگامی که هیکل هایشان را می بینید الله تعالی را به یاد می آورید و هیکل هایشان را ساختند. وقتی که آن نسل و علماءشان مردند مردم آن هیکل ها را خدا گرفتند و بجای الله آنها را پرستش کردند. پس الله تعالی به میان آنها پیامبر خود نوح علیه السلام را فرستاد که اولین رسول در روی زمین بود که با دین نو آمد. حضرت نوح علیه السلام انسان خوبی بود. الله تعالی او را به سوی قومش فرستاد تا آنها را به عبادت الله یکتا که شریک ندارد دعوت کند و آنها را از پرستش بت‌ها منع کند. قوم نوح علیه السلام به الله یکتا ایمان نآوردند و بر نافرمانی خود اصرار میکردند و پرستش بت‌های را که نه فایده میدهند و نه زیان ادامه دادند. حضرت نوح علیه السلام از قوم خود ناامید نشد، بلکه 100 سالها آنها را به ایمان دعوت میکرد و به قومش میگفت ای قوم به الله یکتا ایمان بیاورید و او را بسیار استغفار کنید، یعنی طلب آموزش گناه کنید که او البته آموزنده گناه است، تا از آسمان برایتان پی در پی باران فرستد و شما را به اموال و فرزندانتان مدد کند و برایتان بستانها و نهرها بیافرد. حضرت نوح علیه السلام آنها را
950 سال دعوت کرد و چون دید که قومش کفر را از ایمان بهتر می دانند گفت پروردگارا من شب و روز قوم خود را دعوت کردم و پنهان و آشکارا دعوت کردم که به تو ایمان بیاورند، ولی آنها مرا گوش نکردند و به من اطاعت نکردند و هرگاه که آنها را دعوت می کردم انگشتهایشان را در گوشهایشان می انداختند و رویهایشان را با لباسهایشان می پوشیدند تا نبینند که من آنها را دعوت می کنم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. و فرمان الله با حضرت نوح علیه السلام رسید که کشتی بزرگی بسازد. حضرت نوح علیه السلام فرمان الله تعالی را درباره ساختن کشتی شروع کرد و در حالی که نوح علیه السلام کشتی می ساخت قومش از کنارش می گذشتند و با او می خندیدند و مسخره‌اش می کردند و با تمسخر می گفتند ای نوح آیا استا شدی پس از آن که پیامبر بودی؟ ای نوح کشتی که تو ساخته ایستاده ای در بیابان در بالای ریگ ها سیر می کند. حضرت نوح علیه السلام کشتی را بعد سالهای زیاد به انجام رسانید. ابن عباس رضی الله عنه می گوید درازی کشتیش 1200 ذراع بود، یعنی تقریبا 600 متر. و فرمان الله عز و جل آمد تا در کشتی از هر یک نوع مخلوقات یک نر و یک ماده بگیرد و اهل بیت خود و مؤمنان قومش را که به دعوت الله اجابت کردند سوار کند. حضرت نوح علیه السلام امر الله را بجا آورد و همه به کشتی سوار شدند. پس الله تعالی به آسمان امر کرد که باران بارد. پس بارانی فراوان بارید و زمین را فرمود که آبش را بیرون آورد و طوفان پیدا شد و کشتی را به بالای آب کشید و موجها بلند شدند. نوح علیه السلام پسرش را دید که همراه کافران است. به او ندا زد که به کشتی سوار شود تا که همراه کافران هلاک نشود، اما پسرش رد کرد و گفت من به کوه می برایم که مرا از غرق شدن نجات می دهد و با تو سوار نمی شوم. حضرت نوح علیه السلام به پسرش گفت که امروز آب همه چیز را غرق می کند و به الله ایمان بیاور و با ما در کشتی سوار شو. پسر به نصیحت پدرش گوش نکرد و پس از آن طوفان او را غرق کرد همراه کافران و برای او شفاعت نکرد که پدرش پیامبر صالح است. زمین روزهای زیاد به پررگی تگ آب ماند. بعد از آن الله تعالی به زمین امر کرد که آب را فرو برد. پس زمین آب را فرو برد و آسمان را فرمان داد که یک بار ایستاد و در حال باز ایستاد. سپس کشتی به سلامت در بالای کوه ماند.
و حضرت نوح علیه السلام و مؤمنان و آن مخلوقاتی که همراهشان بودند نجات یافتند و همه به پرستش الله مهربان زندگی میکردند و شکر الله میکردند که آنها را نجات داد و آنها را از مؤمنان گردانید. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم